حدود 1,100,000 واحد مسکونی در 5 استان زلزله زده شمال سوریه تخریب شده یا برای ادامه سکونت ایمن نیستند. این 2 ساختمان 2 روز بعد از زلزله فرو ریختند و باعث شدند چند ساختمان دیگه هم وضعی ناپایدار داشته باشند. اما مردم به خاطر سرما شبها جایی بجز خانه‌هایشان ندارند. با وجود ارسال کمک‌های بشردوستانه از بیش از 20 کشور جهان به سوریه هم هنوز مردم در مناطق زلزله زده با مشکلات فراوانی مواجه هستند. ما اینجا قبل از زلزله هم به خاطر تحریم ها مشکلات دارویی و درمانی زیادی داشتیم. حالا بعد از زلزله حتی تحریم های دارویی و تجهیزات اضطراری امدادرسانی هم برداشته نشده. ادعای آمریکایی ها دقیقاً برعکس واقعیت های اینجاست. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر کشورمان نیز که از روزهای ابتدایی به یاری مردم سوریه آمدند، از شناسایی 12 مکان اسکان اضطراری در شهر حلب خبر دادند. عملیات تجسس تا دیشب ادامه داشت و بعد از پایان عملیات جستجو و نجات وارد مرحله اسکان اضطراری شدیم با پیشبینی که صورت گرفته در نقاط امن قابلیت اسکان 5200 نفر از نفرات متأثر از این حادثه است. 4,000 ساختمان ناایمن تنها در شهر حلب سوریه شناسایی شده که باید ساکنان آنها تخلیه و این ساختمانها تخریب شوند. شهرداری شهر حلب به حدود 30,000 خانوار در این شهر هشدار داده که باید هرچه سریعتر ساختمانهای خود را تخلیه کنند، چون این ساختمانها به شدت آسیب دیدن و احتمال داره که هر لحظه این ساختمانها ریزش کنه. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، حلب، شمال سوریه.